5 دهه پیش در رسمیات دولت دری را جایگزین فارسی کردند. ما منکر دری نیستیم، دری نام دیگر فارسی است، اما نیات بد و ضدیت با فارسی را هرگز بر نمیتابیم. امروز در حالی که بالغ بر 20 میلیون فارسی زبان بومی در این سرزمین زندگی میکنه، برخی از متعصبان و کوردلان حکومتی گستاخی را به حدی رسوندن که زبان این 20 میلیون نفر را خارجی میخوانند. من خطاب به این متعصبان خودخواه میگم که از چه چیزی هراس دارین؟ چرا از زبان ما میترسین؟ اگر خواب حذف زبان فارسی را در کلهای خام خیش میپرورانین، این آرمان را به گور خواهین برد. ما خوابهای شما را پریشان میکنیم. فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. به گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. یادم از سخن نویسنده کرد موسی هنتر میآید که گفت اگر زبان مادری من بنیانهای حکومت تو را به لرزه در می آورد، احتمالاً این بدان معناست که حکومت خیش را بر خاک من بنیان کرده ای. فارسی زبان دوم اسلام، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه، زبان امام بخاری، امام مسلم و باقی مؤلفان صحاح سته، زبان ابو علی سینای بلخیس، زبان خواجه عبدالله انصاری و امام فخرالدین رازی. اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولانا و سعدی ره، نام بیدل و خیام و جامی ره از یاد ببره، اگر تاریخ بشریت توانست نام کوروش و رستم دستان، نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان را فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خیش بمانین. جناب رئیس، اگر شما هم به عنوان رئیس قوه مقننه به عنوان یک فارسی زبان سکوت کردین، در این خیانت شریکین. باید کسانی که فارسی را خارجی خواندن محاکمه